درا از ما میپرسند که آیا دختری جوگی را گرفتن درست است؟ درست است، با طریق اولاد درست است. کسی که اگر لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، دختری وای برای تمام مسلمان ها چی است؟ درست است گرفتنش، باکی نداره. دخترها ما میتیمشون کسانی مسلمان باشند، اگر چی وای پامیری باشد، چی جوگی باشد، چی روس باشد، چی نیمیس باشد، اگر تاجیکی که ایمان نداشته باشد انا اون نمیدیم. وابسته به ایمان است، وابسته به اسلام است. در اسلام ملت شرط نیست، محل شرط نیست، کدام ملتی نباشد اسلام دارد، مسلمان است، با او ما معامله میکنیم. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. برده رسانیدن به همه شهرهای روسیه در مدت 4-5 ساعت. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است؟ پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. باز همون زندگیتان را برقرار کنین تا که کار شود که پشیمانی دیگر برای تو نیاید و وقتی چی گویم جان کندن و چی حالت قبر و چی روز محشر برای تو نیکی ها پدید آید. انشاءالله اگر تو با این شوهر یک جایه شوی، خدا خواسته باشد به تمام نیکی های دنیا و آخرت میرسی. بسیار مهم است، بسیار. حتی پیغمبر خدا در یک حدیث صحیح میگوید ثلاثه لعنهم الله، 3 طایفه در لعنت الله هستند که یک تاش کدام است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها غضبان، یک زنی که با همراهی شوهر زندگی میکند لیکن شوهر بالای او غضب دارد، یا با همراهی شوهرش قهری هستند، با همراهی شوهرش یعنی معامله خوب ندارند، این زن هم پیغمبر خدا گفتند در لعنت الله گرفتار است. السلام علیکم داملای عزیز. من میخواستم بفهمم که در بر کردن طلا، انگشترین، دستمانه یا زیره یگان ثوابیت دارد یا نه؟ دوم، خویش و تباری که خودپسند باشند با آنها چه خیل مناسبت کردن در کار؟ سوم، بغیر از ماه قربان در ماه دیگر سفر حج کنی چی می شود؟ چهارم، خوردن سیر یعنی چیسناک چی ضرر دارد؟ از شما منت دارم. این برادر 4 سوال کردن. بغیر ماه قربان اگر کدام انسان سفر حج میکند، حج عمرش صحیح می شود لیکن از حج فرضی واقع نمی شود. یعنی در ماه قربان کسی که اگر حج میکند و حج فرضی هست، لیکن در غیر ماهای قربانم ماها می توانیم که حج کنیم لیکن حج عمره می شود، حج سنتی می شود که این خیلی عبادتش فرقهای زیاد دارد. یعنی عبادت عمره از عبادت ثواب حج فرضی، از یعنی ادا کردن حج فرضی خیلی فرقهای زیاد دارد. از این خاطر این از حج فرضی گویم در غیر ماه قربان اگر صحیح شد، نه صحیح نمی شود، برای که برای حج فرضی ماهای مخصوص خداوند انا همین ماه را انتخاب کردگی است. خویش و تباری که خودپسند باشند با آنها چگونه مناسبت کردن در کار؟ البته مناسبت خوب میکنیم، میبینیم که به قدر ما و شما رسیدن، ما و شما تواضع میکنیم، قدردانیشان میکنیم. اگر که میبینیم که تماما به قدر و قیمت ما که نرسیدن، البته چیکار میکنیم؟
باز رفت و آمد ما نه، راهاش میابیم. اگر کنده کنیم باز اگر زلالها پیدا کی شود از اون در خویش تباری را کندنش خیلی با در شریعت گناه است. این سیله رحم وقتی کنده می شود این هم گناه است. برای همین حدیثی که خواندیم جمعه آینده، هر وقتای میبینید امتهای مرا که تواضع میکنن تواضع کنین، وقتی میبینید امتهای مرا که تکبری میکنن تکبری کنین نسبت اونا. در بر کردن انگشترین، یعنی انشاءالله ما در این باب باز در باب همین خودپسندها و در باب صله رحم اینجا سوال ها آمدگی است، باز جواب کامل انشاءالله میگردانم. در بر کردن انگشترین طلا یا دستمانه یا زیره چی ثوابیت دارد؟ یعنی البته ثوابیت ندارد اینها. یعنی برای مرد گرفتن دستمانه، گرفتن انگشترین یا زیره اینا هم حرام هستند. اینا برای زنها جایز هستند که زنها اگر از اینها استفاده برند. بعضی حکمت هم گفتن که حکمت شمین است که یعنی همه وقت زینت این زن را فقط زیبنده هست. یعنی این طلا که خودش از جمله همون زینت ها که هست باید که این از زنها استفاده برند. و حتی بعضی شارعای حدیث میگویند که کدام مردی که اگر گردنبند طلا دارد یا چله طلا دارد و آهسته آهسته چی میشود؟ مجازش مثل زنها میشود. یعنی همون خصلت های همون زنم در وجود همین مرد پیدا میشود. و دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید که ابن عباس روایت میکند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى خاتما من ذهب. با یک جوان سلام کردن که دست پیغمبر خدا میگه در انگشتری طلای این جوان رسید. فی ید رجل فنزعه فترحه. حبیب خدا میگه از دست این جوان همون انگشتری را بیرون کردن، فترحه پرتافتنش. و قال بعد که پرتافتن چی گفتن؟ یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلوها فی یدی. آیا شما میخواهید که پاره از آتش دوزخ در دست خود نگه داره؟ و طرف این جوان گفت فقیل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم خذ خاتمك انتفع به. و حبیب خدا میگه رفت، چله در زمین پرتافتگی. اطراف رفیقاش گفتن، ای برادر گفت حبیب خدا رفت گیر گفت چله را از زمین بردار، انتفع به، میلش در دستت نکن لیکن در یگان کار زندگیت استفاده ببر. این جوان چی گفت؟ این سخن جوان همون جوانهایی که انگشترین دارن یا گردنبند دارن. اگر فکر کنن که همین جوان مردی و همین غیرت است، این غیرت نیست و این جوان مردی نیست. جوان مردی سخن این جوان است که الحال چی گفت به طرف رفیقا؟ والله لا اخذوه ابدا بعد ما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به الله گفت دیگر من این چله را از زمین نمی بردارم بعد آنه که این چله را رسول اکرم از دست من بیرون کرد، اینو من دیگر نمی بردارم. گفت یعنی چله طلا داشتن این گناه نیست اگر وای ما در خانه ذخیره مانیم برای یک روزهای بعدمان استفاده بردن، لیکن در دست کردن او یا گردنبندهایی که در گردنها دارن یا ساعتهای طلایی که دارن، اینها را برای مردها استفادهش حرام است، استفاده نکنید. و چهارم سوال کردن خوردن سیر آیا چی ضرر دارد؟ حتی حضرت عمر حکایه میکنن که در بالای منبر حضرت خطبه میخواندند و به تمام مردم میگه در خطبه آگاه کرد که من دیدم که بار پیغمبر خدا نفرانی که پیاز و نفرانی که سیر خورده بودن از مسجد بیرونشان کرد. حضرت عمر گفتند
از این خاطر پیغمبرم گفتن من اکل البصل و الثوم و الکراس هم گفتن، یعنی همین چیزهای بدبوی مثل ممکن پودینه باشد، ممکن ترب باشد، اگر اینها را کسی سیر، پیاز اینها را خورد، پیغمبر خدا چی گفتن؟ فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. گفتن پیغمبر خدا که کسی که اگر سیر میخورد، پیاز میخورد، با این بوی بد اگر مسجد خواهد که آید، حبیب خدا گفتن با این مسجد ما نزدیک نشود، زیرا این که ملائکه ها آزار میابند از بوی بد این، چگونه که یک برادری که در پهلوی او نشستگی است آزار میابند. این اگر در پهلوی شما الحال کسی سیر خورده باشد و از پهلوی وی شما آزار یابید، تصور کنید که ملائکه ها هم از این جوان است یا از آن موی سفید است آزار میابد از این بوی بد. از این خاطر شما وقتی مسجد آمدنی کشیدید اینها را نخورید. پیغمبر خدا را گفتن چگونه استفاده کنیم چسناک و چگونه استفاده کنیم پیاز را؟ گفتن پخته خورید. گفتن یعنی وقتی شما که پختید و بوی بدی وی می رود، در حالت پختگی خورید وی برای شما درست می شود. و تمام آن برادرانی که در برابر این سیر و پیاز مسجدها می آیید، احتیاط کنید که لباس هاتون بوی نکند. انا همین حدیث پیغمبر خدا دلیل می شود برای تمام آن کسانی که یعنی جورابهای بویناک دارند، و تمام آن کسانی که لباس هاشون بوی میکند، بدن هاشون بوی میکند، و تمام آن جوانهایی که امروز زیر کشهاشون چیندگی نیست، جوانها و موی سفیدهایی که روز جمعه غسل نمیکنین، وقتی شما به نماز جمعه می آیید ملائکه ها از شما نفرت دارن، آزار می یابند. یک کاری کنید که یک جورابه های پوشید که در همون جای پای تو دیگر یک برادر سجده کرده تواند. مسجدها باید جای پاکیزه باشند، جای تازه باشند. شما هم وقتی روز جمعه که می شود سحر همه اسراف ها در امروز راه دادگی هستین. همین 20 درم یک صابون چی است؟ یک بار نه 2 بار بدن هاتون خف کنید، تازه کنید، زیرای کشاتون تازه کنید، زیرا که هر چی اگر شما شویدم، لکن زیرای اگر زیر کشتون همون پشم ها که اگر وجود داشته باشد وای خواهی نخواهی وای بوی میکنه. تازه کردن وای سنت است. اگر در پهلوی کدام شما از برادرهایی که همون جورابهای بویناک دارن، اونها را شما میتوانید که با طریق اولا خبر دهید که برادر آخه این جوراب تا بدر کن، از بوی بدی تو ما دیگر در این پهلوی تو نشسته نمیتوانیم. شما این در قادر هستین و این در حقوق هم دارین. شما السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. چند نفر از شما ملال و ناراضی شدند نسبت اینجا در قوس گرفته است از بعضی برآمدهای ما، چه از خیر احسانها را ما صحبت کردیم، چه از عرق نوشها را صحبت کردیم. یعنی سخنهای وزنین گفتید. میگویند که سخنهای وزنین گفتید، با آنها چی گفتنی ها دارید؟ من هیچی گفتنی ندارم. یعنی کدام برادری که از ما میرنجد، در اصل به گوش ما میآید که بسیاری برادرها رنجیدن از بعض خیر احسانهایی که ما صحبت کردیم، از بعض زیارتهای مزارهایی که ما صحبت کردیم، از عرق نوشهایی که صحبت کردیم. یعنی آن چیزی که ما گفتیم، ما آیت قرآن گفتیم، از احادیث های پیغمبر خدا گفتیم. باید این برادرها از ما ملال نشوند بلکه خوشنود شوند. البته دوست همون مثل متلهای تاجیکیمان همه وقت تواروار میگوید. ما همون تواروار گفتیم، بگفتم تلخ تا شیرین شوی زود. ما تلخ گفتیم تا که تو شیرین شوی. مقصد ما این است. مقصد ما رنجاندن هیچ کدام شما نیست.
امروز الحمدلله که ما را خداوند همون انصاف و همون قوت و غیرت را داد است که و برای خود باور کنید هیچ وقت پسند نمی بینم که همین میکروفونی که در نزد دهان من است، در این من صحبت هایی کنم که صحبت باشد که یعنی فقط اطراف ها را نگاه کرده صحبت کنم، یعنی برای خاطر یک نفر صحبت کنم، بلکه میخواهم تا روزی که همین میکروفون در دست ما هست به خدا قسم به جز حق دیگر چیزی صدا ندهد، فقط و فقط همین است. باید این برادرها از ما ملال نشود. کدام اونها ناراضی هستند نزد ما آیند، ما آدم خور نیستی. ما الحمدلله شعار دارم که شعار اسلامی است، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پیغمبر گفتند به کسی ضرر نرسان و از چیز ضرر نبین. من شعارم همین است، با هیچ بنده خدا ضرر رسانیدن نیست. فقط ما را خدای مهربان امروز صاحب همین میکروفون کرده است که یک بهبودی در همین جامعه و در همین اخلاق جوانها پیدا کنیم، دیگر هیچ مقصدی نداریم. برای همین باید که این برادرایی که از ما ناراضیان خوب بشود که آمده با من صحبت کنند. چیزی ناراضیان انشاءالله من اونها را قانع میکنم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، مرحمت کرده با این سؤال من جواب فوری دهید اگر امکانیت باشد. در خانه‌ای که طفل خردسال 7 ماهه از دنیا گذشت، خود پگاهی در همان خانه معرکه توی بود، با تمام صنعتش حتی عرق استفاده شد و پدر همان طفل در حالت مستی قرار داشت. من میخواهم از زبان شما شنوم که اسلام در این بابت چی میگوید. انا همین انام برادرهایی که از ما ناراضی هستند که من در باب عرق سخت گفته باشم، خود تصور کنند فرزندش از دنیا میگذرد، شب سحر خودش مست است. این فایده عرق. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش داریم که با این سوالی من جواب گردانید. در عین نماز خواندن کلوش ها را در روبرو مانید درست است یا نه؟ درست است. اگر هر پای افضالایی که دارین، من چندین بارها گفتم، پای افضالهایی که ارزش قیمت دارن اونها را در همون سلفن ها پیچانده و پیشتان بیارید، هیچ باکی ندارد. زیرا که چندین آدم های دزدم در همین بین ما و شما پیدا شدند، چندین آدم های بی انصافی که به نیت نماز نه آمدن، به نیت دزدی آمدن، چندین پای افضال های شما را گرفتند. از این خاطر بهترین صورتش برای همه شما من گفتم سلفان ها را گرفته در پهلوتان گذارید، در پیشتان میگذارید، در پهلوتان میگذارید، گذاشتن بگیرید، درست است. بابای حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از شهر نارک با چنین سوال ها مراجعت میکنیم. شخصی که در رمضان روزانه زنا کرده است و پیش در آمدن نماز خوانده است، حال این چی می شود؟ این جواب ندارد. از این بدبخت کسی نیست. آخر در رمضان روزانه زنا میکند، شب امام است. این برادرای نارکی در دست من داده بودند. بعد ما در باب زنا وقتی که اگر صحبت میکنیم، بعد میگم بسیار صحبتی سخت گفتی. این امامتیش تماما صحیح نیست، این امامتیش درست نیست. اگر از پس این نماز خانه نماز شما نماز نمیشود. این گونه انسان باید در مسجد راه دادن در کار نیست. کجا این امامتی میکند؟ در سفر کدامی از اینها را خوردن جایز است؟ در ضروری گوشت خوب، حق یتیم، حق دولت. در ضروری کدامی از اینها را خوردن جایز؟ یکم گوشت خوب، دوم حق یتیم، سوم حق دولت. در ضروری خداوند در سوره بقره به ما و شما خبر میدهد استعیذ بالله فمن اضطر غیر باغین ولا عادین فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. وقتی اگر ضرورت شدید، وقتی شما در بیابانها که ماندید، خداوند رخصت میدهد که برای شما
حرام کرده ها همه مباح میگردند. هر چیزی که باشد، چه گوشت خوک است، چه عرق است، چه حق یتیم است، چه حق دولت است، هر چیزی که ضرورت در بیابان شما ماندین، از این حقها اگر استفاده بریم برای آنکه یعنی تلف نفس نشود، شما هلاک نشوید، خداوند برای شما رخصت میدهد در ضرورت از اینها استفاده بردن. لیکن شاید اینجا یک بعضی برادرها در اطراف حق دولت هم به ما گفتن که همینش آسانتر و همینش سبکتر است که در ضرورت از گوشت خوک دیده و گوشت از حق یتیم دیده این خورد. لیکن همین عقیده را باید ما و شما دور کنیم. حق دولت خوردن هم این جنایت است. این دولت هم دوست داشتن برای هر یک آدم ایماندار لازم است که دولت خودش دوست دارد. ما باید دولت تاجیکان دوست داریم. وقتی حق ای را میخوریم، وقتی عمارت ها در سومهای کرایی میکنیم، تله و تاراج میکنیم، وقتی یک سرور دولت آبادی خواهد ما ویرانی خواهیم، این چی میشود؟ پیغمبر خدا میگوید مسجدهاتون شما به آرایش آباد کنید، لیکن شهرهاتون با شکوه کنید، یعنی شهرهاتون آباد کنید. امروز ما الحمدلله که در همون آبادی قرار داریم. امروز آبادی رفته ایستاده است. اگر ما همین آبادی ها را حقش اگر غارت کردن گیریم، آیا اینش برای ما و شما حلال میشد؟ حق دولت هم همین حق ما و شما هست. برای همین البته ما و شما باید غمخوار دولت باشیم. باید برای آبادی دولت من همه من سعی کوشش کنیم. علال خصوص امروز مردم همین کولاب که 2700 سالگی را جشن میگیریم، ماه سپتامبر قریب 9000 مهمان می آید. 9000. باید هر کدام شما تیار باشید، هر کدام شما آبادی ها کنید تا که مهمان ها از ما و شما راضی باشند. اونا فقط یک مسجد ما نمی آیند، تمام گوشه و کنارها را اطراف ها را سیر میکنند. باید همه ما تیار باشیم. دولت ما آباد کنیم، کوچه ها ما آباد کنیم، خانه ها ما آباد کنیم. همه این حق ها در ضرورت درست می شود، در غیر ضرورت همش برای ما حرام است. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من دخترک هستم، یکی از مخلصان اشدی شما از دهه افتالوق. میخواستم که با سوال من با پررگی جواب میدادید در همین روز جمعه. التماس سوال یکم هم همین است. من نماز میخوانم و کتاب قرآن هم میخوانم، لیکن من سطر عورت تا حال نکردم. رویمال میده میبندم. این نمازهایم را خداوند قبول میکند یا نمیکند؟ دوم سوال، نماز را دراز خواندن ممکن است؟ یعنی با صلوات های بسیار خوانی. این را با ما فهمانید، چون که من همین خیل میخوانم. نماز چند قدر دراز خوانید تا گزار باشید باز خوب میشود. چند قدر نمازهاتون دراز خوانید در حالتی که اگر تنها گزار باشید. یعنی نمازهایی را که ما میخوانیم که یعنی کمی میانه میخوانیم، نه سراسیمه میخوانیم و نه دراز، این به خاطر قوم است. چگونه که پیغمبر خدا میگوید اذا اما احدکم الناس فلیخفف، شما سبک ها یعنی نمازهاتون را سبک خوانین، زیرا در بین شما آدمای بیمار و آدمای خردسال و آدمای حاجتمند و کاردار که هستند، شما نمازهاتون را سبک خوانین. این برای امام ها هست. لیکن هر کدام شما اگر تنها گزار باشید، چند قدر نمازهاتون را دراز خوانید، همون قدر البته ثواب هست برای شما. لیکن سوال اولی که این خواهر کردن که نماز میخوانم لیکن ترک سطر میکنم، آیا نماز من در نزد خدا قبول میشود نمیشود؟ خداوند در سوره مائده آیت 27 میگوید انما یتقبل الله من المتقین. خداوند همه حالت عملهای آن کسانی را قبول میکنند که اگر از خدا میترسیدگی باشند. یعنی اگر این خواهر از خدا میترسیدگی باشد، نمازم در ذمه‌اش فرض است و روی مال انداختن و سطر کردن هم فرض است. چگونه که نمازم فرض است، سطرم فرض است.
از این خاطر اگر کدام خواهری که از خدا میترسد باید که در برابر نماز خواندنش باید که ستر داشته باشد. این حالت در نمازهای او در نزد خدا قدر و قیمت پیدا میکند. این حالت در این نمازها در نزد خدا قبول میشود. لیکن نماز خوانی و ترک ستر کنی، نماز خوانی و بی‌حیایی کنی، نماز خوانی و در تویها رقاصگی کنی. ولی یک دخترک قطعی صحبت شدیم، در یک جا ما رفتیم، بسیاری ها بودن، گفتن من نماز ما میخوانم لیکن همین معرکه ها در رقص میکنم. این چی میشیده باشد؟ اگر این گونه عمل ها داشته باشین این نمازهای شما نماز نمیشود. این معلوم است که تو از خدا نمیترسی. زیرا خدا در قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باید چنان نماز باشد که صاحب خودش را از تمام کردارهای بد باز دارد. یعنی این نمازی که انسان از دزدی باز نمی دارد، از عرق نوشی باز نمی دارد، از زناکاری باز نمی دارد، این نماز نیست. گفتند السلام علیکم داملای عزیز، دعا کردن در سجده در کدام نماز جایز است؟ در فرض، سنت یا نفل؟ در هر نمازی که اگر شما خواهید که در حالت سجده دعا کنین در همه نمازها صحیح می شود. این فقط برای آدمهایی که تنها گذار باشند، برای امامها، برای اون که با قوم که وزنینی که می آید، در این حالت ما چیکار نمی کنیم؟ در حالت سجده دعا نمی کنیم. موی بلند در امام بودن خلل می رساند یا نه؟ البته برای امام، کسی که ملا امام است، اگر لباس های خاصه داشته باشد یعنی این بهتر می شود که اگر چه از سله انداختن و چه از جامه پوشیدن و چه از مثال موی کم داشتن، اینهاش بهتر برای امام است. اگر چنده که پیغمبر خدا گفتند من کان له شعر فلیکرمه، کدام امتی من اگر موی سر داشته باشد با که ندارد گناهگار نمی شود، فقط موی سرش تازه نگه دارد. موی سر داشتن در اسلام گناه نیست. موی سر مانین، کدامید موی سر دوست می دارید موی سر مانین، کدامید دوست نمی دارید سر تراشیدن از سرتون تراشین، چی تراشیدنش چی گذاشتنش همش سنت است، درست است. اینجا سوال هایی که این برادرها الحال از من کردن میخواهم اینم خانم بعدا دعا میکنیم. سوال از شهر دوشنبه، کوچه چشمسار، علاجش باشد تعجیلا جواب دهید. ما یک گروه مخلصان ارشدی شما از شهر دوشنبه در مسجد شما حضور داریم. الحال این برادرها در این مسجد بدهند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، با شما یک چند سوال داریم. آیا از دسترخوان جوگی یا از دست آنها یگان چیز گرفتن درست است یا نه؟ یعنی اینها را خدا رحمت کند، صاحبان یعنی کتاب‌های 4 کتاب اینا میگویند که از دست جوگی چیزی نگیرین یا که از دسترخوان جوگی چیزی نخورید که این فقر بالای شما می آرد. این حکمت ها دارد، این حکمت دارد. یعنی مقصد که اونها که مادام فقیر هستند، اونها که خود چیزی ندارند، یعنی از اونها چیزی نگیرید، برعکس اونها را چیکار کنید؟ از مال و دولت خودتان دهید. این معنای را ندارد اگر من همراه جوگی در یک دسترخوان نشستم یا اگر جوگی به من چیزی داد همین به حیث صدقه یا هدیه و یا من باید قبول نکنم، این عقیده نادرست است. زیرا جوگی هم بنده خدا هست. ولی بعضی برادرها از ما میپرسند که آیا دختری جوگی را گرفتن درست است؟ درست است، با طریق اولاد درست است. کسی که اگر لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، دختری وای برای تمام مسلمان ها چی است؟ درست است گرفتنش، با که ندارد. دخترها ما میتیمشان کسانی مسلمان باشند، اگر چی وای پامیری باشد، چی جوگی باشد، چی روس باشد، چی نیمیس باشد، اگر تاجیکی که ایمان نداشته باشد انا اون نمیدیم. وابسته به ایمان است، وابسته به اسلام است. در اسلام ملت شرط نیست، محل شرط نیست، کدام ملتی نباشد اسلام دارد، مسلمان است، با او ما معامله میکنیم، با که ندارد. از این خاطر از دسترخوان جوگی هم چیزی اگر ما را پیشمان آوردن برای خوردن میخوریم، چیزی دادن میگیریم، با که ندارد اینها.
فقط به این خاطر است که اونها مادام فقیرن چیزی ندارن، به آنها اگر ما دهیم این بهتر است. دوم، مادر من طبیب دکتر هستند و همسایگان ما را که نصرانی شدند، تاجیکان نصرانی شده، طبابت میکنن. آیا این درست است یا نه؟ مادر این برادر طبیب بوده است و نصرانی هایی که در پهلو دارد اونها را طبابت میکنن. آیا این درست است یا نادرست؟ انشاءالله جمعه آینده جواب میگوییم. سوم، در بیگاه بعد نماز عصر رو به چین خانه منع است. نه، من نیست، جایز است. هر زمان رو به چین خانه را کردن گیریم. پاکیزگی خانه هم ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا است، پاکیزه است. ان الله نظیف یحب النظافه، هر زمان خدا پاکیزه است، پاکیزه ها را دوست می‌دارد. هر زمان رو به چین کنیم باکی ندارد اینها. چهارم، دسترخوان را در بیگاه شب پانیدن ممکن است یا نه؟ ممکن است. همه اینها درست هستند. اینا سوال های هستند که اگرچه در کتاب ها هست لیکن سند ندارن، اینا دلیل ندارن، اینا هیچ اساس ندارن. از این خاطر درست است آن چیزی که گفتم. التماس در باب آدمان بیمار شیشته نماز خواند درست می شود. وقتی سجده و رکوع فشار خون بلند می شود. هر برادری که اگر فشار خونش بلند می شود در حالت رکوع و سجده، اونها را با طریق اولا اجازت است که یعنی در حالت نشسته نماز خوانند. هر کسی که چی زن باشد چی مرد باشد، اگر در حالت راستا ایستاده نمیتواند یا اینکه راستا میتواند رکوع کرده نمیتواند یا سجده کرده نمیتواند، یعنی این حالت ها که بیماریش تا چند افزون می شود، برای اینها درست است که اونها در حالت نشسته نماز خوانند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا چند برادرها هست، ان شاء الله در حقشون الحال میخوانم، دعا میکنیم.